به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتاب اشعار بسیار زیبای سهراب سپهری شروع میکنیم. این کتاب مجموعه سرودها هستش، شامل اشعار 8 کتاب، دیگر اشعار، زندگی نامه و فرهنگ لغات شعرهای سهراب سپهری. توسط انتشارات شادان در بهار 1390 چاپ شده. سهراب مسافری است، مسافری به راه و راهوار. کوله‌بارش همیشه آماده و سبک، تنها به اندازه پیراهن تنهاییش، و مقصد هر جا که بتوان نشانی از زیبایی درون دید. بیتاب است و دلنگران رفتن، و این دلنگرانی هایش را پایانی نیست، حتی برای آب و کبوتر. او خوب نگاه می کند و تفاوت نگاهش با ما در اشعارش پیداست. سهراب شعر را نقاشی می کند. آنگاه که شعر می سراید می توان زوایای طبیعت را در آن دید و هوای آن را تنفس کرد. همسفرش شویم در کاملترین اثر از سهراب سپهری، مجموعه سرودها. این کتاب همراه با یک CD هستش که با صدای زنده یاد خسرو شکیبایی اشعار سهراب خونده شده و موسیقی متن هم محمدرضا احمدیان نواخته. این CD غیر قابل فروش هستش و روی این کتاب الصاق شده. اگر این کتاب رو بخرین میتونین از این CD با صدای خسرو شکیبایی عزیز هم بهره مند بشین. در ابتدا من مروری کوتاه بر زندگی سهراب رو براتون میخونم و بعد با هم اشعار رو شروع میکنیم. زندگی سهراب، نقاش شاعر یا شاعر نقاش. در 15 مهر ماه 1307 در شهر کاشان متولد شد. پدرش اسدالله سپهری کارمند اداره پست و تلگراف کاشان و مادرش ماه جبین زنی اهل شعر و ادب بود که سالها پس از فوت فرزند هم در قید حیات بود و در سال 1373 درگذشت. سهراب یک برادر به نام منوچه و 3 خواهر با نامهای همایوندخت، پریدخت و پروانه داشت. دوره ابتدایی را در دبستان خیام در سال 1312 تا 19 و دوره متوسطه را در دبیرستان پهلوی شهر کاشان گذراند که 1319 تا 22. سپس دوره 2 ساله را در دانشسرای مقدماتی تهران طی کرد و ضمن فارغ التحصیلی در سال 1324 به کاشان بازگشت و به استخدام اداره فرهنگ این شهر درآمد. سهراب تا سال 1327 در اداره فرهنگ کاشان مشغول به کار بود و بر حسب علاقه نقاشی را با عشق ادامه داد. در این سال به شکلی اتفاقی با منصور شیبانی آشنا شد و تحت تاثیر او که دانشجوی نقاشی دانشکده هنرهای زیبا بود، از اداره فرهنگ کاشان استعفا داد و تصمیم گرفت تا برای تحصیل در رشته نقاشی در دانشکده هنرهای زیبا به تهران بیاید و چنین کرد. او همزمان با تحصیل در شرکت نفت تهران استخدام شد، ولی 8 ماه بیشتر دوام نیاورد و استعفا داد. نخستین مجموعه شعر او با قالب شعر نیمایی در سال 1330 با نام مرگ رنگ منتشر شد. تحصیل سهراب در دانشکده هنرهای زیبا تا سال 1332 ادامه یافت که با نشان درجه اول علمی در رشته نقاشی از آنجا فارغ التحصیل شد. در این هنگام نقاشی‌های او حال و هوای جدی به خود گرفته بود، به طوری که در چندین نمایشگاه نقاشی گروهی شرکت کرد. او قبل از شاعر بودن و شدن به عنوان نقاشی نوپرداز به شهرت دست یافت. در سال 1332 مصادف با انتشار دومین مجموعه شعر سهراب با نام زندگی خوابها بود که پس از آن نیز اقدام به تأسیس کارگاه نقاشی
برای آموزش علاقه‌مندان در تهران نمود. پاییز سال بعد 1333 به استخدام بخش موزه‌های اداره کل هنرهای زیبا، فرهنگ و هنر درآمد و همزمان در هنرستان‌های این اداره نیز به تدریس و آموزش مشغول شد. در سال 1336 اولین سفر خارجی خود را از راه زمینی به سمت اروپا تجربه کرد و از پاریس تا لندن و سپس ایتالیا را طی کرد و دید. او حتی در پاریس در دوره لیتوگرافی مدرسه هنرهای زیبا ثبت نام کرد. علاقه‌مندی‌اش به شعر و همچنین فرهنگ شرقی او را به سمت ترجمه اشعار ژاپنی نیز سوق داد که در مجلات آن دوران به چاپ رسید و استقبال نسبتا خوبی داشت. سال 1337 در وزارت کشاورزی مشغول به کار شد که تا سال 1340 ادامه پیدا کرد، ولی در همین سال با توجه به روحیه‌اش و شناختی که از خود پیدا کرده بود، کلیه مناصب دولتی را کنار گذاشت و دیگر شغلی در دستگاه‌های دولتی نپذیرفت. علاقه سهراب به شرق و فرهنگ و هنر شرقی او را سال 1339 به ژاپن کشاند که شاید عمده‌ترین دلیل او برای این سفر آموختن فنون حکاکی روی چوب بود. به عقیده بسیاری، سهراب علاوه بر سابقه آشنایی قبلی با اشعار ژاپنی، در این سفر از فرهنگ ژاپنی تأثیر زیادی گرفت و به همین دلیل برخی از اشعار او را به هایکو، اشعاری کوتاه در 3 بخش با 17 هجا در ادبیات ژاپن نزدیک می‌دانند. سال 1340 سهراب در هنرکده هنرهای تزئینی تهران مشغول تدریس شد. این سال برای سهراب شاعر سالی پربار بود و 2 مجموعه آوار آفتاب و شرق اندوه از او در این زمان منتشر شد. اگرچه این 2 کتاب 2-3 سالی قبل آماده انتشار شده بودند، در همین سال سفری هم به هندوستان به عنوان یکی دیگر از مظاهر فرهنگ شرق نمود و چنان مجذوب این سرزمین شد که کمتر از 2 سال بعد، یعنی در سال 1342 دوباره سفری طولانی‌تر را به آن کشور تجربه کرد. اکنون دیگر اهل شعر کتاب‌های او را مورد بررسی جدی قرار می‌دادند و در بسیاری موارد هم نظرات مثبتی راجع به آن ابراز می‌کردند. سال 1342 برای او تجربه دیگری از جهانگردی را نیز با خود داشت. دیدار از پاکستان و افغانستان. او لاهور و پیشاور همچنین کابل را نیز طی کرد و سالی پربار از سفر را گذراند. اکنون دیگر برای سهراب بنارس و تاج محل، دریاچه نگین و باغ نشاط و حتی درخت معرفت مفهومی عمیق داشتند و الهام بخش او بودند. در این سال نمایشگاه موفق نقاشی او در استودیو فیلم گلستان برگزار و نتیجه موفقیت آمیز داشت. البته سالهای 42 تا 44 برای سهراب همراه با چندین نمایشگاه گروهی و انفرادی نیز بود که در معرفی بیشتر و معروفیت کامل او تأثیری بسزا داشت. همچنین در این زمان سهراب طراحی یک صحنه نمایش را بر عهده گرفت و به خوبی از عهده آن برآمد. در واقع ذوق و قریحه شعر و نقاشی حتی در طراحی صحنه هم به او کمک کرد. پس از چند سال سهراب بار دیگر راهی اروپا شد در سال 1344 و این بار آلمان و انگلستان را انتخاب کرد. این سفر چنان مؤثر بود که سال بعد از فرانسه و اسپانیا تا هلند و ایتالیا و اتریش را طی نمود و تجربه‌های تازه آموخت. سال 1344 برای سهراب شاعر مصادف با انتشار صدای پای آب و سال بعد مسافر و سپس حجم سبز در سال 1346 بود. اینجا دیگر سهراب به عنوان صاحب سبکی در شعر نوین شناخته میشد و بسیاری این مجموعه ها را به عنوان بهترین آثار او ستودند. سال 1349 همزمان بود با تجربه سفری تازه به یکی از دورترین نقاط کره خاکی برای سهراب، یعنی قاره امریکا که در چند نمایشگاه نقاشی هم شرکت نمود. بریج همتون به شکل گروهی و سال بعد نگارخانه بنسون نیویورک به صورت انفرادی.
تجربه دیگر از سفر به اروپا را در سال 1352 داشت که این بار تنها به شهر هنرمندان یعنی پاریس بسنده کرد. سال بعد 1353 نیز یونان و سپس مصر را برای دیدار انتخاب کرد. دو کشور با سابقه دیرپا در فرهنگ و تمدن جهان، یکی پایه‌گذار غرب و دیگری نزدیک به شرق. سهراب کلیه اشعار منتشره‌اش در طی 25 سال را همراه با مجموعه ما هیچ ما نگاه در یک کتاب گرد آورد و پس از چک و اصلاح با نام 8 کتاب در سال 1356 و توسط انتشارات طهوری منتشر ساخت. این انتشارات طی بیش از 3 دهه بارها و بارها کتاب او را تجدید چاپ کرد و به علاقه‌مندانش تقدیم نمود. کتابی که مورد توجه و نقد بسیاری از صاحبان اندیشه قرار گرفت و امروزه سهراب را با این کتاب به عنوان شاعر می‌شناسند. اوایل سال 1358 که چند ماهی از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می‌گذشت، اولین علائم بیماری سرطان خون خود را نشان داد. سهراب با آزمایش‌های مختلفی که در داخل کشور انجام داد متوجه این بیماری و شرایط آن شد. اوایل زمستان بنابر توصیه پزشکان باز هم قصد سفر کرد. البته این بار سفر سهراب نه به دلیل همیشگی بلکه برای درمان بیماریش بود. او در دی ماه 1358 برای درمان سرطان خون عازم انگلستان شد و این سفر 2 ماهه آخرین دیدار او از کشوری بیگانه شد که در نهایت قبل از پایان سال به ایران بازگشت. پیشرفت بیماری او در حدی بود که هم پزشکان و هم خودش فهمیده بودند دیگر در هیچ جایی از کره خاکی معالجه و درمانی برای او وجود ندارد. فقط میبایست منتظر بود تا کی و چه زمانی این اتفاق رخ دهد. او اوایل سال 1359 در بیمارستان پارس تهران بستری شد و تا آخرین روزهای عمر نیز در همان بیمارستان ماند. اول اردیبهشت ماه 59 برای اهل هنر و ادب این سرزمین روزی غم‌انگیز بود. هنوز روز به پایان نرسیده بود که سهراب در بیمارستان پارس تهران دنیای خاکی را ودا گفت و به سمت خالق طبیعت رفت. پس از مرگ بنا به درخواست خودش خاک صحن امامزاده سلطان علی در روستای مشهد اردحال نزدیک کاشان میزبان جسم این هنرمند بزرگ گردید. اگرچه روح او سراسر گیتی را در نوردید و همچنان با آثار به جای مانده‌اش حضور دارد، چه نقاشی و چه شعر. هنرمند معاصر رضا مافی با قطعه شعری از سهراب سنگ نبشته‌ای ساخت و بر جای سنگ قبر قبلی او نهاد. این شعر از معروفترین اشعار اوست. به سراغ من اگر میایید نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من. خب با هم دیگه میریم که کتاب اشعار سهراب سپهری رو شروع کنیم. اولین کتاب به نام مرگ رنگ هستش که در سال 1330 اولین نوبت چاپ این کتاب بوده. مجموعه مرگ رنگ در چاپ‌های بعدی بنابر درخواست شاعر دچار تغییراتی شد و متن حاضر نتیجه آن تغییرات هستش. خب من اولین شعری که براتون میخونم به همین نام هستش، مرگ رنگ. رنگی کنار شب بی حرف مرده است، مرغی سیاه آمده از راه‌های دور، میخواند از بلندی بام شب شکر. سرمست فتح آمده از راه این مرغ غم‌پرست، در این شکسته رنگ از هم گسسته رشته هر آهنگ. تنها صدای مرغک بیباک گوش سکوت ساده می آراید با گوشواره پژواک. مرغ سیاه آمده از راه‌های دور، بنشسته روی بام بلند شب شکست. چون سنگ بی‌تکان لغزانده چشم را بر شکل‌های درهم پندارش. خوابی شگفت می‌دهد آزارش، گل‌های رنگ سر زده از خاک‌های شب. در جاده‌های عطر پای نسیم مانده ز رفتار. هر دم پی فریبی این مرغ غم‌پرست نقشی کشد به یاری منقار. بندی گسسته است، خوابی شکسته است، رویای سرزمین
افسانه شکفتن گلهای رنگ را از یاد برده است. بی حرف باید از خم این ره عبور کرد. رنگی کنار این شب بی‌مرز مرده است. خب با هم میریم برای کتاب دوم که زندگی خوابگاه خوابها هستش و در سال 1332 این کتاب چاپ شده و اولین نوبت چاپش بوده. من شعری رو به نام نیلوفر از زندگی خوابها انتخاب کردم. نیلوفر: از مرز خوابم می‌گذشتم. سایه تاریک یک نیلوفر روی همه این ویرانه فرو افتاده بود. کدامین باد بی‌پروا دانه این نیلوفر را به سرزمین خواب من آورد؟ در پس درهای شیشه‌ای رویاها، در مرداب بی‌ته آینه‌ها، هر جا که من گوشه‌ای از خودم را مرده بودم، یک نیلوفر رویده بود. بوی او لحظه لحظه در تهی من می‌ریخت و من در صدای شکفتن او لحظه لحظه خودم را می‌مردم. بام ایوان فرو می‌ریزد و ساقه نیلوفر بر گرد همه ستون‌ها می‌پیچد. کدامین باد بی‌پروا دانه این نیلوفر را به سرزمین خواب من آورد؟ نیلوفر رویید. ساقه‌اش از ته خواب شفافم سر کشید. من به رویا بودم. سیلاب بیداری رسید. چشمانم را در ویرانه خوابم گشودم. نیلوفر به همه زندگیم پیچیده بود. در رگ‌هایش من بودم که می‌دویدم. هستی‌اش در من ریشه داشت. همه من بود. کدامین باد بی‌پروا دانه این نیلوفر را به سرزمین خواب من آورد؟ کتاب سوم آوار آفتاب هستش که اولین نوبت چاپش در سال 1340 بوده. مجموع اشعار کتاب آوار آفتاب از سال 1337 آماده انتشار بود، ولی کتاب 3 سال بعد منتشر شد. من شعری رو به نام مهراب انتخاب کردم که براتون بخونم. تهی بود و نسیمی، سیاهی بود و ستاره‌ای، هستی بود و زمزمه‌ای، لب بود و نیایشی، من بود و تویی، نماز و محرابی. کتاب بعدی شرق اندوه هستش که در سال 1340 اولین نوبت چاپش بوده و من شعری به نام تنها باد رو براتون انتخاب کردم. سایه شدم و صدا کردم، کو مرز پریدنها دیدنها، کو اوج نمن دره او، و ندا آمد لب بسته بپو. مرغی رفت تنها بود، پر شد جام شگفت، و ندا آمد بر تو گوارا باد تنهایی تنها باد. دستم در کوه سحر او میچید، و ندا آمد و هجومی از خورشید. از صخره شدم بالا، در هر گام دنیایی تنهاتر زیباتر، و ندا آمد بالاتر بالاتر. آوازی از راه دور جنگل ها میخوانند، و ندا آمد خلوت ها می آیند و شیاری ز هراس، و ندا آمد یادی بود پیدا شد، پهنه چه زیبا شد. ابر آمد پرده ز هم واباید، درها هم، و ندا آمد پرها هم. اسم کتاب بعدی صدای پای آب هستش که اولین نوبت چاپش در سال 1344 بوده. صدای پای آب نثار شب‌های خاموش مادرم. این کتاب فقط یه دونه شعر داره، شعر معروف اهل کاشانم که چون بیش از 10 ورق هستش، من مقداری از ابتدا و مقداری از انتهای شعر رو براتون میخونم. صدای پای آب. اهل کاشانم، روزگارم بد نیست، تکنانی دارم، خورده هوشی، سر سوزن ذوقی، مادری دارم بهتر از برگ درخت، دوستانی بهتر از آب روان، و خدایی که در این نزدیکی است. لای این شبوها پای آن کاج بلند، روی آگاهی آب،
روی قانون گیاه. من مسلمانم، قبله‌ام یک گل سرخ. جانمازم چشمه، مهرم نور، دشت سجاده من وضو با تپش پنجره ها می گیرم. در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد طیف. سنگ از پشت نمازم پیداست، همه ذرات نمازم متبلور شده است. من نمازم را وقتی می خوانم که اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سرو. من نمازم را پی تکبیرة الاحرام علف می خوانم، پی قد قامت موج. کعبه‌ام بر لب آب، کعبه‌ام زیر عقاقی هاست. کعبه‌ام مثل نسیم می رود باغ به باغ، می رود شهر به شهر. حجرالاسود من روشنی باغچه است. اهل کاشانم، پیشه‌ام نقاشی است. گاهی قفسی می سازم با رنگ، می فروشم به شما تا به آواز شقایق که در آن زندانی است دل تنهاییتان تازه شود. چه خیالی، چه خیالی! می دانم پرده‌ام بی جان است. خوب می دانم حوض نقاشی من بی ماهی است. اهل کاشانم، نسیم شاید برسد به گیاهی در هند، به سفالینه‌ای از خاک سیلک. نسیم شاید به زنی فاحشه در شهر بخارا برسد. پدرم پشت دوباره آمدن چلچله ها، پشت دو برف. پدرم پشت دو خوابیدن در مهتابی. پدرم پشت زمانها مرده است. پدرم وقتی مرد آسمان آبی بود. مادرم بیخبر از خواب پرید. خواهرم زیبا شد. پدرم وقتی مرد پاسبانها همه شاعر بودند. مرد بقال از من پرسید چند من خربزه می‌خواهی؟ من از او پرسیدم دل خوش سیری چند؟ پدرم نقاشی می‌کرد، تار هم می‌ساخت، تار هم می‌زد، خط خوبی هم داشت. باغ ما در طرف سایه دانایی بود. و در انتها در نبندیم به روی سخن زنده تقدیر که از پشت چپرهای صدا میشنویم. پرده را برداریم، بگذاریم که احساس هوایی بخورد، بگذاریم بلوغ زیر هر بوته که میخواهد بیتوته کند، بگذاریم غریزه پی بازی برود، کفشها را بکند و به دنبال فصول از سر گلها بپرد. بگذاریم که تنهایی آواز بخواند، چیز بنویسد، به خیابان برود. ساده باشیم چه در باجه یک بانک چه در زیر درخت. کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ. کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم. پشت دانایی اردو بزنیم، دست در جذبه یک برگ بشوییم و سر خوان برویم. صبحها وقتی خورشید در می آید متولد بشویم. هیجانها را پرواز دهیم، روی ادراک فضا، رنگ، صدا، پنجره، گل نم بزنیم. آسمان را بنشانیم میان دو هجای هستی. ریه را از ابدیت پر و خالی بکنیم. بار دانش را از دوش پرستو به زمین بگذاریم. نام را باز ستانیم از ابر، از چنار، از پشه، از تابستان. روی پای تر باران به بلندی محبت برویم. در به روی بشر و نور و گیاه و حشره باز کنیم. کار ما شاید این است که میان گل نیلوفر و قرن پی آواز حقیقت بدویم. کاشان، قریه چنار، تابستان 1343. اما نام کتاب ششم مسافر هستش که اولین نوبت چاپش در سال 1345 بوده. این کتاب هم یک دونه شعر بیشتر نداره و اسمش مسافره. من هم چند صفحه اول رو براتون میخونم و بقیه رو انشاءالله خودتون بتونین مطالعه کنید. مسافر. دم غروب میان حضور خسته اشیا نگاه منتظری حجم وقت را میدید و روی میز هیاهوی چند میوه نوبر به سمت مبهم ادراک
مرگ جاری بود و بوی باغچه را باد روی فرش فراغت نثار حاشیه صاف زندگی می کرد و مثل باد بزن ذهن سطح روشن گل را گرفته بود به دست و باد میزد خود را. مسافر از اتوبوس پیاده شد. نگاه مرد مسافر به روی میز افتاد. چه سیب‌های قشنگی! حیات نشأه تنهایی است. و میزبان پرسید قشنگ یعنی چه؟ قشنگ یعنی تعبیر عاشقانه اشکال و عشق، تنها عشق تو را به گرمی یک سیب می کند مانوس و عشق، تنها عشق مرا به وسعت اندوه زندگی ها برد، مرا رساند به امکان یک پرنده شدن و نوشداروی اندوه صدای خالص اکسیر می دهد این نوش. و در انتها چند کلمم از آخر این شعر براتون میخونم. عبور باید کرد، صدای باد می آید، عبور باید کرد و من مسافرم ای بادهای همواره، مرا به وسعت تشکیل برگ ها ببرید، مرا به کودکی شور آبها برسانید و کفش های مرا تا تکامل تن انگور پر از تحرک زیبایی خضوع کنید، دقیقه های مرا تا کبوتران مکرر در آسمان سپید غریزه اوج دهید و اتفاق وجود مرا کنار درخت بدل کنید به یک ارتباط گمشده پاک و در تنفس تنهایی دریچه های شعور مرا به هم بزنید، روان کنیدم دنبال بادک آن روز، مرا به خلوت ابعاد زندگی ببرید، حضور هیچ ملایم را به من نشان بدهید. در سال 1345 بهار این شعر سروده شده. اما کتاب هفتم حجم سبز هستش. اولین نوبت چاپشم در سال 1346 بوده که کتاب رو به بیوک مصطفوی پیشکش میکنم و این کتاب 2 شعر خیلی معروف سهراب رو در خودش همراه داره. من این شعر رو براتون میخونم. واهی در لحظه به سراغ من اگر میآیید، پشت هیچستانم، پشت هیچستان جاییست، پشت هیچستان رگهای هوا پر قاصدهایی است که خبر می آرند از گل واشده دورترین بوته خاک. روی شنها هم نقشهای سم اسبان سواران ظریفی است که صبح به سر تپه معراج شقایق رفتند. پشت هیچستان چتر خواهش باز است تا نسیم آتشی در بن برگی بدود. زنگ باران به صدا می آید. آدم اینجا تنهاست و در این تنهایی سایه نارونی تا ابدیت جاری است. به سراغ من اگر می آیید، نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من. و شعر بعدی پشت دریاهاست. قایقی خواهم ساخت، خواهم انداخت به آب، دور خواهم شد از این خاک غریب که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه عشق قهرمانان را بیدار کند. قایق از تور تهی و دل از آرزوی مروارید همچنان خواهم راند. نه به آبی‌ها دل خواهم بست، نه به دریا، پریانی که سر از آب به در می‌آرند و در آن تابش تنهایی ماهیگیران می‌فشاند فسون از سر گیسوهاشان. همچنان خواهم راند، همچنان خواهم خواند، دور باید شد دور. مرد آن شهر اساطیر نداشت، زن آن شهر به سرشاری یک خوشه انگور نبود. هیچ آینه تالاری سرخوشی‌ها را تکرار نکرد. چاله آبی حتی مشعلی را ننمود. دور باید شد دور. شب سرودش را خواند، نوبت پنجره هاست. همچنان خواهم خواند، همچنان خواهم راند. پشت دریاها شهری است که در آن پنجره ها رو به تجلی باز است. بامها جای کبوترهایی است که به فواره هوش بشری می‌نگرند. دست هر کودک 10 ساله شهر شاخه معرفتی است. مردم شهر به یک چینه چنان می‌نگرند که به یک شعله، به یک خواب لطیف. خاک موسیقی احساس تو را می‌شنود و صدای پر مرغان اساطیر می‌آید در باد.
پشت دریاها شهری است که در آن وسعت خورشید به اندازه چشمان سحرخیزان است. شاعران وارث آب و خرد و روشنی اند. پشت دریاها شهری است قایقی باید ساخت. کتاب حجم سبز رو با این 2 شعر زیبا تموم میکنیم. میریم سراغ کتاب 8، ما هیچ ما نگاه، که در سال 1346 این کتاب جمع‌آوری شده. نزدیک دورها زن دم درگاه بود، با بدنی از همیشه. رفتم نزدیک، چشم مفصل شد. حرف بدل شد به پر، به شور، به اشراق. سایه بدل شد به آفتاب. رفتم قدری در آفتاب بگردم، دور شدم در اشاره‌های خوشایند. رفتم تا وعدگاه کودکی و شن، تا وسط اشتباه‌های مفرح، تا همه چیزهای محض. رفتم نزدیک آبهای مصور، پای درخت شکوفه‌دار گلابی با تنه‌ای از حضور. نبض می آمیخت با حقایق مرطوب. حیرت من با درخت قاطی می شد. دیدم در چند متری ملکوتم. دیدم قدری گرفتم. انسان وقتی دلش گرفت از پی تدبیر می رود. من هم رفتم تا میز، تا مزه ماز، تا تراوت سبزی. آنجا نان بود و استکان و تجرع. حنجره می سوخت در صراحت ودکا. باز که گشتم زن دم درگاه بود، با بدنی از همیشه های جراحت. حنجره جوی آب را قوطی کنسرو خالی زخمی می کرد. اما این 8 کتاب تمام شد و یک دونه از کتابی که اشعار دیگر که در مجموعه 8 کتاب منتشر نشده رو برای شما میخونم. بیشتر اشعار این بخش از مجموعه هنوز در سفرم که به کوشش پریدخت سپهری و توسط انتشارات فرزان منتشر شده انتخاب گردیده است. برخی دیگر از اشعار نیز منتخبی است از اولین چاپ کتاب مرگ رنگ که بعدها دچار تغییراتی شد و از آن کتاب حذف کردید. در رابطه با چند شعر نیز از انتخاب‌های کتاب از مصاحبت آفتاب به کوشش کامیار عابدی نشر ثالث استفاده کردیم. اما آخرین شعری که براتون میخونم دمی باید. جهان آسوده خوابیده است، فرو بسته است وحشت در بروی هر تکان، هر بانگ. چنان که من بروی خیش در این خلوت که هر نقشی غم‌انگیز است و دیوارش فرو می‌خواندم در گوش، دمی از عمر اگر باقی است در آن آسوده باید زیست. جهان آسوده خوابیده است و من در رنج خود بیدار، به روی هر صدا راه گریزش بسته حول شب و میگوید دمی آسوده باید زیست با من در و دیوار این خلوت که رنگ دلگشایش نیست. امیدوارم که از این اشعار زیبا لذت برده باشید و مجموعه 8 کتاب رو تهیه کنید و بقیه اشعار سهراب رو هم مطالعه بفرمایید. از اینکه با من همراه بودید خدا نگهدار و متشکرم. تا وایس بعدی، خدا